آقای رئیس بانک که از فلان اداره و از فلان وزارتخانه برات نامه می نویسن آقا به این آقا که میخواد کارخونه بزنه وام بدید. تو به چه اجازه ای؟ دین چیه رئیس بانک؟ ده بر تو و اون کسی که تو رو تربیت کرده لعنت خدا باد. چرا به مردم بدبخت میگی من قرار است 1 میلیارد بدم 100 تومنش مال منه و الا نمیدم؟ این بانک مال پدرته که با مردم و مشتری معامله میکنی؟ این بانک مال کیه؟ ارث مادرته؟ این ریشه بیبوته دزد. برای چه ما میبندی؟ برای چه مسئولیتی که به دلن سوی استفاده میکنی؟ دزد بیریشه. این پولایی که تو این بانک چندیش مال توه؟ چقدرش اختیار توه؟ ده حرام خور، شما هستید ملت رو به این بدبختی کشوندید و مملکت رو دارید به نابودی میرسونید. یه مش دزد نشستید روی این میز و صندلیا و مردم رو به غلط کردن انداختید. مردم به زحمت انداختید. چرا دزدی میکنید؟ برای چی رئیس بانک با میبندیم و مردم؟ این مادر مرده اگر پول داشت دیوانه نیست بیاد خودشو گرفتار وام بکنه. این وام نیست، این دامه. شما برای این بیچاره مادر مرده درست کردی. یه همین طوریش باید بره خونه ای هم که توش نشسته است رو بفروشه بتونه کارخونش رو راه بندازه. و 1 میلیارد برای یه امضا میگی 200 میلیونش مال من؟ مردم انقلاب کردن که به آسایش برسن، انقلاب نکردن که 4 تا دزد و خائن حکومت کنن. اینا حروم خوری نیست؟ یه سوال از شما مردم خوب یزد میکنم، بینی و بین الله مسئولین کمک میکنن یا چوب و چرخ میگذارن؟ بینی و بین الله کمک میکنن یا طرف به غلط کردن میندازن که میخواد یه دکون بندازه، میخواد یه کارخونه راه بندازه؟ مردم بیچاره میکنن. شهرداریش یه طرف، داراییش یه طرف، بهداشتش یه طرف، بیمش یه طرف، همه مثل گرگ میریزن سر بابا که میگه بابا ولمون کن، پولمون هم میذارین بانک، گور پدر مردم، دلنچه که اشتغال نیست، به درک که جوونا بیکارن. خب این بیکاری روز به روز زیادتر میشه و اعتیاد میشه، فساد میشه، بدبختی میشه. کی باعث بدبختی و نابودی این مملکت است؟ این خائن دزدی که قرار شد رو صندلی بنشیند پشت این میز خدمت به مردم کنند اما خائن به مردم شد. فقط یقه هاتون رو میبندی؟ آقایون مسئولین فقط یقه آخوندی بلدی ببندی و ریش بگذاری؟ در زیر این ریشاتون ریشه هم هست؟ هرکی در خدمت این ملت باشد که این ملت نمونهشون رو کره زمین مثل ندارد و به قول رهبر انقلاب همیشه مسئولین جلوتر بودن، همیشه تو صحنه بودن، همیشه تو میدون بودن، جوون دادن، شهید دادن، آزاده دادن، جانباز دادن. دیگه چه کنن این ملت؟ باید مسئولین مثل پروانه دور این مردم بچرخن، نه اینکه کیسه برای این مردم بیچاره بدوزن. چرا اینقدر ظلم میکنید به مردم؟